هلو گایز، خیلی خوش اومد به چنل شایان گیمر. امروز اومدیم با پارت 2 سعی کن نخندی. ساب چنل فراموش نشه، زنگوله بغلش هم بزنید و بریم سراغ ویدیو. به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم، تو را من برگزیدم از میان این همه. یه مشکلی برای اینترنت پیش اومد. خب درست شد. به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان، از میان این همه خوبان برای زیستن با حالا یه چیزی بهتون بگم، من همین شرک رو میبینم خندم میگیره، نمیدونم. تو، برای زیستن با تو وفادار تو خواهم ماند، وفادار تو خواهم ماند در هر لحظه و هر جای. در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ پذیرا میشوی آیا؟ وای وای دهنت سرویس. اینا چه سمایه باش. تو واقعا منو بهترین دوست حساب میکنی؟ عمو 100% شک نکن. آخ جونم داداش جان اومد. منم برای همین خوب میخونم دیگه، تمام محله میگن هی بخون. میام محله ها تو. آقا هیچکی نمیتونه منو چیز کنه، منو بخندونه. واقعا نمیخندم، هیچ کس نمیتونه بخندونه. بریم. کاشکی که لک لک دوست چه حتی با این ویدیو اردک آکه نباشن این دست ول کنی. حالا بازی شادی پیس 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 تو معرفی کن. پورنگم دیگه. امیر آخه من فکر از این موضوع ناراحتی. اگر من 2 بار بخندم باید برم زیر دوشه. نه 8 تا شنا برم. نه 8 تا هم کمه. شما تو کامنت ها بگید. متشکرم. دست نمیدی؟ نه اینجا ایرانه، اینجا باید پا بده. دارک بود. مگه قسمت نمیشه اینگار برای تو بمیرم برای آخرین بار دست تو را بگیرم. با پیشرفت علم دلیل پزشکیش هم پیدا شده که زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن، پوست آفتاب نمیخوره، آسیب نه فقط به خاطر این از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره، پیری زود دست میاره. یعنی این مستنده. بله بله. آقا این چی بود؟ این چه سمی بود؟ یه بار خنده، اون دفعه دوم تازه اول ویدیو 2 دقیقه رفته. حالا سعی کنم نخندم. و هفته بعد از اون 14 خرداد که مصادف است مجرد با رحلت جانگداز امام امت خمینی
کی گفته مردا نمیتونن آشپزی کنن؟ این تخته یه چاقو رو برمیدارم باهاش سیب زمینی ها رو بریز در این حالت خلالی میکنم. مایتابه رو برمیدارم میذارمش رو اجاق تا گرم شه. روغن لادن میریزمش تو مایتابه تا داغ شه و جوش بیاد. حالا خیلی آروم سیب زمینی ها رو میریزم توش. بعد که خونه رو آتیش زدم میرم پیش مامانم تا غذا بخورم. وای من یه عکاس خیابونی هستم. از استایلتون خیلی خوش اومده. میتونم چند تا عکس ازتون بگیرم؟ نمیدونم. خواهش میکنم تو رو خدا. دارم میدرم. بس وای بسته چی چه کردم مستقل بندی در این دریا در این دریا. اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا میومد حدود 150 تاش در سال اول تولد میمرد. بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره. ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو. آقا من ساقی اینو میخوام. چجوری میشه 100 تا بچه به دنیا بیاد بعد 150 تاش؟ خیر باشه. اوهدی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ ببخشید اوهدی شما زنگ زدم. کوچولو پدر مادرت هستن گوشی بده بهشون؟ پدر مادرم نیستم. میخواستم به اونا زنگ بزنم. پس اومدن زنگ بزن باز من با پدر مادر صحبت بکنم. خب من شماره‌تو یادم نمیتونه بمونه. همین شماره‌ای که زنگ زدی. خب خداحافظ. خداحافظ. این گوگلی بود. وقتتون بخیر. اوهدی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ اوهدی منم. بفرمایید. مامان و بابا نیستم ولی مامان بزرگم هست. گوشی رو بده مادر بزرگت پس. ولی ترکی حرف میزنه. فارسی نمیتونه حرف بزنه؟ نه نمیتونه فقط. اشکاله. پس مادر پدرت اومدن میتونستن صحبت بکنن فارسی، تو زنگ بزن من صحبت کنم باهاشون. باشه خداحافظ. خداحافظ. گوگلی وای دلم بوس بچه. من اومدم خونه استاد. نه اینجا دیگه خونه ی توست و نه من استاده. زنم جلد چون چیز خاصی بس. خب چند سالته شما؟ من میتونم جمعون صداش کنم ناراحت نمیشه؟ نه مشکل چیه؟ بفرمایید. اوکیه؟ نه اوکی نو پرابلم مشکلی نداره. من انگلیسی هم مسلطم. چند سالته شما؟ من 38 سالمه. کارت ملی تمراته الان؟ البته بنده خدا آدم قانونگره ترسیده من پاسپورت نمیدونم دور کنم. بگه واقعا مثلا گیتی چیزی. آقا ایشون شما رو خیلی دوست داره. این تصویر برداره ما. خوبه. آقای مسعود رجبیان. بله خب. این چیه؟ این چیه این خانومه؟ سوسانو. این من میگم جمعی هنوز داره مشکل داره. اسم کوچیکش چی بود؟ اسم کوچیکش چیه؟ نیم سون. سون چی خوندی؟ درس خوندی؟ دانشگاه درس خوندی؟ من تئاتر خوندم. تئاتر خوندی؟ بعد با سون اونجا هم پارتی بازی هست، یعنی با پارتی بازی رفتی سر سریال بازی کردی، آشنا داشتی. یه چیزی هم که من شنیدم اینه که شما تو واقعیه؟ من میگم صدا گذاری نه واقعی نیست. سریال دو زنه تشریف دارید، یعنی دو تا خانم داریم و این اتفاق تو ایران خیلی اتفاق وحشتناکه. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی الان جرأت بکنه همچین کاری تو ایران بکنه که دو تا زن داشته باشه. الان شما اینجوری هستی مثل گویا. این از محبوبیت شما تو ایران خیلی کم می‌کنه چون دو زنه. فرار کرد.
نوکرم 谁弄的？我拿是你弄的，是不是？啊，你还敢跑啊？啊，我来了。 Okay. روز آخر مدرسه پسرا. خب این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و بدرود.